الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن عظیم الشان، آموزش و تعلیم روحانی کلام رب جلیل، قرآنی که باعث هدایت و باعث نور و باعث شفا در انسانها و در زندگی آنها، چی در زندگی فردی و چی در زندگی اجتماعی آنها می شود. الله متعال سبحانه و تعالی این کلام کریم را برای هدایت بشریت فرستاده. اگر بشریت به این کتاب الهی چنگ زنند، بدون شک خوشبختی دنیا و آخرت نصیبشان خواهد شد، و اگر بشریت از این قرآن دوری کنند، بدون شک باعث بدبختی آنها در دنیا و آخرت خواهد گردید. الله متعال می فرماید: ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن به بهترین راه و ثابتترین راه و راهی که در آن کجی وجود ندارد، راهی که ثابت است، راهی که مستقیم است، هدایت می کند. قرآن عظیم الشان کلامی است که اگر انسان با آن چنگ بزند گمراه نمی شود. قرآن عظیم الشان رمزی است و رازی است که باعث بلند بودن انسان، بلند بودن فکر انسان و زندگی انسان خواهد شد. این قرآن وسیله است برای این که اگر به آن چنگ بزنی رفعت و بلندی میابی، و اگر از این کتاب الهی دوری کردی، بدون شک باعث بدبختی زندگی فردی و اجتماعی تو خواهد شد، و هیچ جامعه‌ای نمیتواند به بلندای نجات و خوشبختی برسد جز این که باید با قرآن عظیم الشان چنگ بزند و قرآن عظیم الشان را به عنوان قانون اساسی و الگوی هدایت برای خودش قرار دهد. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از برنامه دیگری از برنامه‌های آموزش روحانی قرآن عظیم الشان که چنانچه مستحضر هستید، ما در این برنامه آیات از کلام مجید را، کلام رب بزرگوار و رب عظیم را تلاوت می کنیم و با هم دیگر این آیات را تکرار می کنیم و مشکلاتی که شاید بعضی ها داشته باشند یا هدف یاد گرفتن این کتاب الهی را داشته باشند، ان شاء الله که با هم دیگر می خوانیم و با هم دیگر آن را مرور می کنیم. امروز هم از آیه 135 سوره مبارکه بقره ان شاء الله که با هم دیگر شروع می کنیم تا آیه 141، و می توان گفت که امروز ان شاء الله بعد از چندین ماه جزء اول قرآن عظیم الشان را با هم دیگر تمام می کنیم، و از درس بعدی اگر پروردگار متعال بر ما توفیق داد، با تجوید، با ابتدای شروع از علم تجوید و از تجوید که ارتباط مستحکمی و ارتباط قوی با قرآن عظیم الشان دارد، جزء دوم را شروع خواهیم کرد. حالا با هم دیگر یک میان برنامه را میبینیم و بعد از میان برنامه کوتاه ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود و درس امروز را با هم دیگر تلاوت خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. با شکرگزاری نعمتها دوام خواهد یافت. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، با هم دیگر درس امروز را انشاءالله که آغاز خواهیم کرد. کسانی که قرآن عظیم الشأن دارن قرآن عظیم الشأن را باز کنن، یا اینکه به هر حال در صفحات تلویزیون های شما هم پخش میشه، میتونین که از اونجا هم البته بهتره که به هر حال ببینین و گوش بکنین، چون بعضی از نکات در تلویزیون های شما نشان داده میشه. فکر میکنم که از این طریق گوش بکنید بهتره. به هر حال به هر صورتی که و به هر شکلی که شما راحت تر هستید و بهتر برای شما ذهن نشین میشه، همان ترتیب را استفاده کنید. انشاءالله که با هم دیگر از آیه 135 شروع میکنیم. از آقا احمد عزیز تقاضا میکنم که مانیتور در بله جزاکم الله خیر، با هم دیگر از آیه مبارکه 135 سوره بقره شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قالو. البته این کلمه خب به هر حال در جاهای مختلف در این درس‌هایی که در گذشته هم داده شده تکرار شده و به هر حال شما با این کلمه بسیار آشنا هستید. و قالو کونو و قالو کونو و قالو کونو. اینجا کاف واو جداگانه تلفظ نمیشه، بلکه با کاف مرتبطه، مثل که واو در اینجا با لام مرتبطه، مثل که نون در اینجا با واو مرتبطه. و این الف هم، این الفی که در اینجا میبینید و این الفی که در اینجا میبینید، اینها یعنی کاربرد نداره. نمیشه بگیم و قالوا یا بگین و کونوا، بلکه اینها در واقع کاربردی نداره. و قالو کونو. کلمه بعدی هودا. در صورتی که ما اینجا را وقف بکنیم هودا خوانده میشه، ولی وقتی که ما خواسته باشیم وصل بکنین، یعنی با کلمه بعدش میگین هودن، چون که در اینجا همزه و این اظهار میشه، یعنی دال ظاهر میشه. این تنوینی که در اینجا میبینین این کاملا ظاهر میشه، خوانده میشه هودن. او این همزه با واو در اینجا وصل میشه. او نصارا. خوبه که در اینجا بینندگان عزیز و گرامی یک نکته را عرض بکنم، اگرچه مرتبط به این برنامه نمیشه. یکی از این کشیش های مسیحی میخواست از قرآن کریم استدلال بکنه، این را خودم دیدم. میخواست از قرآن کریم استدلال بکنه، وقتی که میخواند میگفت او نصاری، یعنی نصارا را میگفت نصاری. و این خوبه این هم به عنوان یک به هر حال در داخل برنامه یک چیزی بگوییم که اینها هم قرآن خواندن متاسفانه یاد ندارن. او
نصارا نصارا. ته این تا در اینجا باها وصل میشه. تهتدوا تهتدوا. از اول میخوانیم و قالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا. این قیلی که در اینجا میبینید قاف و لام و یا، این به معنای اینه که این علامه به معنای اینه که اگر در اینجا وقف بکنیم بهتره، یعنی وقف اولا هست، وقف بهتره. اگر هم وصل کردیم اشکال نداره، اما اگر وقف بکنیم بهترتره. قل، با این کلمه هم آشنا هستید، قل قاف با لام وصل میشه. بل با این کلمه همچنان با لام وصل میشه. مل میم با لام اول وصل میشه. لت باز لام و تا جدا. ملت بل ملت. ابراهیم این با در اینجا میبینید ساکنه و با از حروف قطب جد، یعنی قطب جد از حروف قلقله. قلقله به معنای حرکت، به معنای تکان دادن. و وقتی که قاف، تا، با، جیم، دال ساکن باشه یک حرکت میدین حرفر، همون حرف قطب جد یک حرکت میدین. مثل که در اینجا در اب به شکل میگین که گویایی که با در اینجا حرکت داره، گویایی که حرکت داره. ابراهیم. کلمه بعدی حنیف در صورتی که ما اینجا وقف کنیم که اگرچه این سیلی که در اینجا میبینید صاد و لام و یایی که در اینجا هست به معنای اینه که اینجا وصل بکنید بهتره، یعنی استاد نشین، در اینجا وقف نکنین، استاد نشین، یعنی وصل بکنین. بناهن میخوانین حنیفو. چرا؟ به خاطری که بعد از تنوین، این تنوینه، این دو زر تنوینه، بعد از این دو زبر چی آمده در اینجا؟ واو آمده و این واو از حروف ادغامه. حنیفو یعنی فا با واو وصل میشه. حنیفو و ما کان من المشرکین. اینجا را که شما میبینید نون با لام وصل میشه، این الف کاربرد نداره، نون با لام وصل میشه. منل مش، میم با شین وصل میشه. مش رکین مشرکین. من المشرکین و ما کان من المشرکین. از اول آیه میخوانیم یک بار. وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. این از آیه 135 سوره مبارکه بقره. می رویم به سراغ آیه 136 سوره مبارکه بقره. قولو این واو در اینجا ساکنه، واو در اینجا هم ساکنه، یعنی نمیشه بگین قولو یا قولو یا قویلو. قولو یعنی قاف با واو، قولو لام با واو. قولو این مد هم که میبینید، این مد در اینجا برایش میگویند مد منفصل و به اندازه 3 حرکت یا 4 حرکت تا 5 حرکت میتونین که شما مد بکشین، یعنی طولانی بکنین. قولو مثلا آمن میم با نون در اینجا وصل میشه و این نون در اینجا غنه میشه. چرا؟ به خاطر نون در اینجا مشدده.
آمنا مشدد، یعنی این که تشدید داره، این تشدیدش را میبینید. آمنا بالله بالله بالله، با لام وصل میشه. بالله و ما و این علامت رو هم میدانید که مد منفصل هست، مثل که در این کلمه قولو بود. و ما انزل اینجا نون با نون، همزه با نون وصل میشه. انزل اینجا چون بعد از نون زا آمده از حروف اخفا هست، اخفا میشه. الینا لام با یا وصل میشه. الینا یعنی با هم خوانده میشه. و ما اینجا هم مد منفصله. و ما انزل مثل این انزل خوانده میشه و بعد از نون ساکن زا آمده و زا از حروف اخفا هست، اخفا میشه. و ما انزل الى اینجا مد منفصله. ابراهیم این بای ابراهیم در اینجا قلقله میشه، یعنی حرکت میکنه، یک تکان میخوره. ابراهیم و اس این همزه با سین وصل میشه، با هم خوانده میشه. و اسماعیل و اسحاق و یا با عین با هم خوانده میشه. و یعقوب والاسباط واو با لام در اینجا وصل میشه، با هم خوانده میشه. همزه با سین در اینجا وصل میشه، با هم خوانده میشه. والاسباط و ما اوتی و ما اوتی نمیخوانید، چون که در اینجا یا میبینین که اینجا حرکت داره، زبر داره. اوتی تیه و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون و ما اوتی مثل این اوتیه که در اینجا خواندین، در اینجا هم اوتیه هست، با تفاوت این که در اینجا یا با نون در اینجا، یعنی یایی که در اینجا هست با نونی که در اینجا هست با هم خوانده میشه و وصل میشه. یعنی ین این الف و لام اینها کاربرد نداره، چون که این یا با این نون در اینجا وصل میشه. اوتی النبیون نبیون و همچنین نون در اینجا غنه هم میشه، یعنی صدا را از استخوان از بینی خارج میکنیم. اوتین نبیون با در اینجا با یا وصل میشه. بیون گویایی که در اینجا دو تا یا هست، یکی با خوانده میشه، یکی جداگانه، یعنی بیون
و ما اوتی النبیون من ربهم. اینجا نونی که در اینجا میبینید با رایی که در ربهم هست در اینجا وصل میشه. یعنی چی؟ یعنی اینجا میبینید نون چون در اینجا ساکنه، نون در اینجا ساکنه و بعد از این نون ساکن هرگاهی که از حروف ادغام بیایه گویایی که نونی در اینجا وجود نداشته، یعنی ادغام میشه، داخل میشه در میم با را داخل میشه. این نون گویایی که حذف میشه. میخوانین نمیخوانین من ربهم، اشتباهه. باید بخوانیم من ربهم، من ربهم، من ربهم، من ربهم. و همچنین رب در اینجا میبینید را با وصل میشه. رب بهم، رب بهم و میم هم که ساکن هست. لا نفرق، لا نفرق، لا نفرق. در اینجا را فا با را در اینجا وصل میشه و یعنی فا با را خوانده میشه. گویایی که دو تا را هست در اینجا، یکی با فا خوانده میشه یکی جدا. گویا این که این است. لا مثلا میخوانیم لا نفر یکی با اینجا خوانده شد. رقو نفرق، نفرق. بین با یا با هم خوانده میشه. بین احد، در صورتی که جدا بخوانیم. اما در صورتی که وصل بکنین چنانچه آشنا هستید شما، اینجا این دوتا رو به آن میگن تنوین. یعنی این دو زیری که در اینجا میبینید به این میگویند تنوین. و بعد از تنوین که گفتیم از حروف ادغام بیه ادغام میشه. احدیم نمیخوانین احدین، اشتباهه. باید بخوانین احدیم، یعنی دال با میم وصل بکنیم، با هم بخوانین احدیم منهم. گویا دو تا میم هست. احدیم یکی با دال خوانده شد، یکی دیگه جدا خوانده میشه. احدیم منهم، منهم اینجا نون ساکنه و بعد از نون ساکن ها آمده و ها از حروف اظهاره. پس منر نونی که در اینجا هست کاملا آن رو ظاهر میکنین، آشکار میکنین. میخوانین منهم، منهم و میم هم در اینجا اظهار میشه که بعد قاعده های بعدی که انشاءالله در درس تجوید به آن مفصل اشاره خواهیم کرد. و نحن نونی که در اینجا میبینید در با ها در اینجا وصل میشه به خاطر که ها ساکنه. و نح یعنی با هم خوانده میشه. و نحن له مسلمون. میم در اینجا با سین وصل میشه. مسلمون. این آیه را یک بار دیگه تکرار میکنیم. آیه 136 سوره مبارکه بقره را. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. البته از بینندگان عزیز و گرامی معذرت میخواهم اگر احیانا بینندگان عزیز و گرامی جای بنده در درس یعنی وقف میکنم که مناسب وقف نیست یا جایی را به هر حال وصل میکنم که مناسب وصل نیست، ببخشید. به خاطر اینه که تعلیم داده میشه. لایی که بعضی جاها می استاد میکنم وقف میکنم به این معنا نیست که اینجا شما حتما وقف بکنین یا وقف در اینجا خوبه یا وقف لازمه و یا اینکه جای را وصل میکنم لازم باشه که حتما وصل بکنم. این به خاطر تعلیمه. آنچه که در درس توضیح میدم همانه.
اگری که خودم در وقتی که با هم میخوانم اینها را مراعات نمی کنم، به خاطر اینه که بعضی از بینندگان عزیز چون ابتدایی هستن متوجه موضوع بشن و الا اینکه همان چیزی که در برنامه میگویم در لابلای درس همان چیزه، غیر از آن چیز دیگری نیست. خب آیه 137 شروع میکنیم. فإن این نون در اینجا ساکنه و این همزه با نون وصل میشه، با هم خوانده میشه. فإن یعنی همزه داخل میشه در نون. فإن و این نون در اینجا ساکنه، بعد از نون ساکن در اینجا همزه آمده و این همزه از حروف اظهاره، بنابراین نون اظهار میکنیم. فإن آمنوا بمثل بی مثل نمیخوانین، بی اشتباه، به مثل لی هم نمیگین، به مثلی اشتباهه، به مثل اینجا میم میبینین که مکسوره یعنی که زیر داره و با ثا وصل میشه یعنی با هم خوانده میشه. به مثلی انشاءالله بعد در هفته آینده اگر پروردگار خواست که وقتی مخارج حروف شروع کردین باز مخارج حروف مفصل توضیح میدین. حالا من نمیخوام که مخارج حروف برای شما توضیح بدم چون درس بر بعضی از دوستان، بر بعضی از بینندگان عزیز و دوستان گرامی ما ثقیل نشه، به خاطر این و الا انشاءالله از هفته بعد که درس شروع بکنین بعضی از بینندگان عزیز هم که تماس میگیرن اون درس باید یادداشت بکنن و در لابلای درس بنده میپرسم بعضی از مخارج را انشاءالله پرسان خواهم کرد و امیدوارم که بینندگان عزیز و گرامی آمادگی کامل داشته باشن از هفته آینده. بمثل ما آمنتم، ما اینجا میبینین در اینجا این مد منفصله، این علامه آمنتم اینجا بعد از نون ساکن، نون ساکنه، بعد از نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا میشه. آمنتم. البته این میم هم در اینجا اخفا میشه که این قاعده دیگری داره که فکر میکنم در درس ها شاید تا حال با آن اشاره نشده باشه، ان شاء الله در درس تجوید با آن مفصل اشاره خواهیم کرد. ما آمنتم به فقد در صورتی که ما آن را وقف کنیم دال ساکن میشه. وقتی دال ساکن بشه یعنی ساکن عارضی میشه. وقتی ساکن عارضی بشه به هر حال اینجا هم وقتی ایستاد بکنیم وقف بکنیم دال در حروف قلقله هست و وقتی ما حتی وقف یعنی وقف عارضی هم که باشه حکم قلقله در آن جاری میشه. به هر حال اینجا خب وقف نیست ولی وقتی ایستاد بکنین میگین فقد، اما اصل اینه که این دال با ها وصل میشه. فقده تدو فقده تدو. خب فقده تدو. خب و اینجا این سیلی که میبینید به این معنای که یعنی وصل بکنید بهتره. خب الله متعال میگه که فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر وقتی وصل بکنین این دال با واو وصل میشه. فقد اهتدوا و این نون در اینجا ساکنه و بعد از نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا هست، اخفا میشه. و این تولوا واو با لام وصل میشه یعنی واو با لام خوانده میشه. تولوا فإنما نون در اینجا غنه میشه، همزه با نون وصل میشه. فإنما هم فی شقاق
شقاق شقاق. اینجا هم که صلی به معنای این که وصل بهتره. فی شقاق قین. اینجا بعد از تنوین فا آمده، فا از حروف اخفا هست، اخفا میشه. فی شقاق فسیک 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 فی که هو الله. این رقم میخوانین. این یا با کاف وصل میشه، یعنی با هم خوانده میشه یک یک، و این میم که در اینجا میبینید با لام وصل میشه، یعنی بنان خوانده میشه فسیک فی که هم الله. این جیمی هم که میبینید به معنای این که وقف در اینجا جایزه. جیم به معنای این که وقف در اینجا جایزه. و هوس و هوس و هوس. این واو با سین وصل میشه. و هو السمیع عین با لام وصل میشه. و هو السمیع العلیم. آیه را دوباره میخوانین. آیه 137. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. خب آیه 138 سوره مبارکه بقره را با هم دیگر شروع می کنیم. صب اینجا با از حروف قلقله هست و چون با ساکنه از حروف قلقله هست اینجا صبغت الله صبغت الله. این تا با لام وصل میشه. البته در این لام جلاله هم احکام وجود داره که انشاءالله در درس تجوید به آن اشاره خواهیم کرد. صبغت الله و من احسن. بعد از نون ساکن همزه آمده از حروف اظهار، نون در اینجا اظهار میشه. و من همزه با ها وصل میشه، با هم خوانده میشه. احسن من الله من الله. این نون مستقیم با لام در اینجا وصل میشه. صبغتن و اینجا وصل میکنین چون سیلی هست، یعنی که وصل بکنین بهتره. بعد از تنوین واو آمده، واو از حروف ادغام هست، یعنی این تا با واو در اینجا وصل میشه. صبغتو و نحن له عابدون. آیه را دوباره میخوانین. صبغت الله و من احسن من الله صبغة و نحن له عابدون. آیه 139 سوره مبارکه بقره را با هم میخوانین. قل اتحاج. این ها با جیم وصل میشه و اینجا مد هم هست، یعنی مد، و اینجا مد هم یعنی مد منفصل هست. میخوانین قل اتحاجوننا فی الله و هو. اینجا فا با الف با لام وصل میشه. فی الله و هو ربنا را با وصل میشه و گویا که دو تا با هست. ربنا و هو ربنا و ربکم. این هم مثل این رب هست. و
ولنا مد هست، اعمالنا این همزه با عین وصل میشه. اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون میم با خا وصل میشه. مخلصون. یک بار دیگر آیه مبارکه 139 سوره بقره رو میخوانین. قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. آیه 140 سوره مبارکه بقره را با هم دیگر تلاوت میکنیم. ام همزه با میم در اینجا وصل میشه. تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. چون اینها همه تکرار شده در آیات گذشته تکرار کردیم، دوباره تکرار نمی کنم. والاسباط كانوا هودا او نصارا. این قلی هم که دانستید که به معنای اینه که اگر وقف کنید وقف اولا هست، یعنی وقف بشه بهتره. قل انتم اینجا دو تا همزه هست، باید دو تا در اینجا تلفظ بشه. قل انتم، یعنی نمیخوانیم آنتم یا بگین که خب به هر حال ما با علوم قرائت کار نداریم، ولی همین چیزی که در این مصحف هست قل انتم دو تا خوانده میشه. انتم اعلم این همزه با عین وصل میشه. اعلم امillah این میم که در اینجا میبینیم مکسور هست یا زیر داره با لام که در اینجا هست، با لام جلاله یعنی با لام الله در اینجا وصل میشه. بنابراین ما میخوانیم میگین امillah. اینجا هم که قلیه را میدانید به معنی که یعنی وقف اولا هست و بهتر است. و من اظلم و من اظلم مم این دوتا با هم وصل میشه و میم در اینجا غنه میشه، یعنی صدا از بینی بیرون میشه. من البته بعد از نون در اینجا کاف آمده و کاف هست حروف اخفا هست، یعنی که نون در اینجا اخفا میشه. ممن کتم شهادتن چون که بعد از تنوین عین آمده و عین از حروف اظهار، ما بناهن این تنوین را در اینجا اظهار کردیم. شهادتن عنده بعد از نون ساکن در اینجا دال آمده، دال از حروف اخفا هست، اخفا میشه. عنده من الله بعد این نون با لام وصل میشه. من الله این را هم که میدانید بارها تکرار کردیم در این درس. و ما الله میم گویایی که مستقیم با لام وصل میشه. و ما الله نمیگین. و ما الله بغافل بغافل چرا که بعد از تنوین عین آمده، لام را اظهار میکنین. بغافل عم عین با میم در اینجا
چون میم مشدد عین با میم در اینجا وصل میشه و با هم خوانده میشه و میم در اینجا غنه هم میشه. عم تعملون تعملون تعملون. خب دوباره آیه 140 را با هم دیگر تکرار میکنیم. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. خب آیت 141 را با هم دیگر تلاوت میکنیم. اگرچه در درس گذشته هم این آیه تکرار شد ولی اشکال نداره، دوباره میخوانیم. تلک امت قد این دال در اینجا قلقله میشه. قد خالت این سیلی هم به معنی که وصل بکنیم بهتره، بنان ما هم وصل میکنیم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یک بار دیگه تکرار میکنین. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خب بینندگان عزیز و گرامی، درس امروز را به اتمام رساندین. تا آیه 141 از آیه 135 تا آیه 141 تلاوت کردین با هم دیگر. اجازه بدین که یک میان برنامه ببینیم و همین آیاتی که تلاوت شد بشنویم و بعد از آن انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و تماس‌های گرم شما عزیزان و بینندگان گرامی را خواهیم گرفت و این آیات را از شما گوش خواهیم کرد و همچنین اگر انتقاد پیشنهادی در مورد برنامه داشته باشین انشاءالله که بعد از میان برنامه خواهیم شنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستین از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشان. بینندگان عزیز و گرامی، از برادر گرامی هم آقا احمد عزیز تقاضا میکنم، بله قبل از تقاضا ماشاءالله شماره را زیرنویس کردن، میتونین که با این شماره با ما در تماس بشین و آیاتی که تلاوت شد این آیات را تلاوت بکنین و انشاءالله که ما خواهیم شنید. و همچنین اگر کدام نظری یا کدام پیشنهادی یا هم انتقادی مانع نیست در یعنی طریق در شکل و در اجرای برنامه داشته باشین انشاءالله که میتونین با ما در جریان بگذارین که راه ما برای آسانتری برای آموزش دادن قرآن عظیم الشان برای بینندگان عزیز و گرامی بیابیم. و حالا خب ما همین را آسانتر میبینین، ببینین که باز بینندگان عزیز و گرامی ما چی میگویند. خب اولین بیننده را میشنویم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. استاد گرامی اجازه بدید سوره حمد تلاوت کنم. بفرمایید تلاوت کنید. بسیار خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن
الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. جزاک الله خیر. تشکر برادر گرامی. از کجا در تماس شدین و نام شما؟ از تاجیکستان هستم، آقای معراج تاجیکستان. بسیار خوب، جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی از تاجیکستان. تشکر. استاد گرامی سوال دارم. بفرمایید. برنامه ما تاجیکستان دارد ان شاء الله. روز یکشنبه است برادر گرامی. برنامه که مربوط به تاجیکستان میشه روز یکشنبه است. الله بسم ان شاء الله. الله انتقام شبکه رسول حق از دشمنان اسلام بگیره ان شاء الله. الله متعال هدایت بکنه اینها. جزاکم الله خیر. بکنه. تشکر. سلامت باشین بیننده گرامی. تشکر از شما. خدا حافظ شما. سلام علیکم و رحمت الله. بله، متاسفانه کسانی که نمیخواهند صدای حق بلند بشه و نمیخواهند که قرآن عظیم الشأن به خانه خانه مسلمان ها برسه، متاسفانه اینها از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی اجداد اینها، این کار کردند. با رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریقه های مختلف وارد شدند برای اینکه بتونن در واقع سد در راه دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگذارند و سد جلو رسول الله و دعوتشان قرار بشن و قرار بگیرند. ولی الله متعال وقتی خواسته باشه دین خود را منتشر بکنه، وقتی خواسته باشه کلام خود را منتشر بکنه، اینها اصلا ارزشی ندارد و نگران اینها نباشید. به هر حال در راه حق و باطل و در راه مبارزه در مقابل باطل و خرافات این مشکلات را داره، فقط نیاز به تحمل داره. خب تماس دیگر رو میشنویم. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی از کجا در تماس شدیم و نام شما؟ هرمزگان محمد هستم. بله بفرمایید آقا احمد عزیز، بفرمایید. آقا محمد عزیز از هرمزگان، بفرمایید. کجا باید بخونم استاد؟ ما از آیه 135 تا آیه 141 سوره مبارکه بقره امروز خواندیم. شما میتونید تا آیه 137 بخوانید. از آیه 135 تا آیه 137. باش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العلي العظيم. جزاكم الله خیر جناب آقا محمد عزیز، تشکر از شما. ممنون. تشکر، سلامت باشین. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. تلاوت شما ماشاءالله خوب بود و کوشش بکنین که بیشتر تمرین بکنین و انشاءالله که هرچی بیشتر تمرین بشه و تلاوت بشه انشاءالله که بهتر خواهد بود. تماس دیگر را میشنوین.
بله سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید از کجا در تماس شدین و نام شما؟ سلام علیکم خدمت شما فاتی و دستاندرکاران شما. تشکر از شما. تشکر می‌کنم از شما و از برنامه‌های خوبتان و امیدوارم برنامه شب هم بذارید صورت زندهشون شب بیشتر بخانه هستیم به روزهای دیگه بجای این که چون امروز از تو خانیم اما وقتهای دیگه ما بیشتر شدیم و شب هم این برنامه قرآن بذارید که خیلی ما استفاده بکنیم. یعنی نظر شما اینه که برنامه روخانی قرآن بیشتر بشه؟ خیلی بیشتر بشه. واقعا نیاز هم خواندن قرآن هم این خیلی مفید باشه. و بعد این صدا یه فرکانس هایی داره الان اون فرکانس هایی مثل که تبلیغ الان پخش میشه بجاش چیزی دیگه بالای داره میاد که مثلا در تبلیغ پخش میشه اون فرکانس ها و دوباره الان گذاشتی چیزی که الان داری قطع وصل میشه صدا. متاسفانه برادر گرامی از جانب یک عده انسان‌های مغرض و غیر دینی متاسفانه که پارازیت‌های زیاد پخش شده و باعث بری شده که فعلا در روی ماهواره هاتبرد ما پخش نداشته باشین و از روی هاتبرد متاسفانه که یعنی پخش و نشر نیه. خب تماس بیننده ما قطع شد. تماس دیگر را میشنوین. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی. خب گویا این که بیننده عزیز ما صدای ما ندارن و به هر حال بیننده عزیز متاسفانه روی ماهواره هاتبرد فعلا شبکه وصال پخش و نشر نداره و به هر حال چی بکنین؟ دعا کنین که الله سبحانه و تعالی این کسانی که این کارها را میکنن اینها را هدایت بکنه. خب بیننده دیگر را میشنوین. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب گویا این که این بیننده عزیز ما هم صدا ما ندارن. بیننده دیگر را میشنوین. بله سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. بفرمایید. شاید شما یاسمین کوچولو باشین درسته؟ نه. آها ببخشید بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءالله جزاک الله خیر. جالب بود. تشکر. بخیر. خب کدام گفتنی دیگر دارین بفرمایید. خب خداحافظ شما. الله متعال شما را حفظ بکنه و برای پدر و مادرتان الله متعال شما را حفظ بکنه و برای امت اسلامی. خب بیننده دیگر را میشنوین. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم مراسل. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. بچه محمد جان میخوانه. بفرمایید. سلام علیکم مراسل. علیکم السلام و رحمت الله. محمد جان برای شما هفته گذشته جایزه دادن یا نه؟ نه ندادن. بفرمایید تلاوت بکنید. سوره کوثر. بفرمایید سوره کوثر. بسیار خوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر.
جزاک الله صدق خیر. الله العظیم. جزاک الله خیر. خیلی خوب بود، زیبا بود. تشکر. بیادرک رزه میخواد بخونه. بسیار خوب، بخوانن، مشکلی نیست. العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نستعین اهدنا المستقیم صراط المغضوب آمین. آفرین آفرین، جزاک الله خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. یاسمین کوچیلو درسته؟ من یاسمین هستم. بله بفرمایید یاسمین جان، بفرمایید تلاوت کنین. قول ناس. قول خیلی ناس خوب. میخونیم. سوره ناس. خیلی خوب، بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آفرین بر شما، آفرین، جزاک الله. خیلی خوب بود، زیبا بود. صدق الله العظیم. تشکر از شما، تشکر. خدا حافظ شما. تشکر از شما، تشکر از تماس شما و الله متعال سبحانه و تعالی برای یاسمین جان، برای محمد جان و برای او کوچولوی دیگری که تلاوت کرد. واقعا خیلی زیبا بود. یعنی وقتی با زبان طفلانه قرآن عظیم الشان تلاوت میشه خیلی واقعا برای انسان خوشاینده و ما مطمئنم که همه بینندگان عزیز وقتی صدای اینها رو میشنون خوشحال میشن. من که واقعا بسیار خوشحال میشم. خب بیننده دیگر رو میشنوین. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده عزیز از کجا در تماس شدین و نام شما؟ حضرت مولانا آقای فاتح هستی دیگه، درسته؟ بله آقای فاتح هستم، بفرمایید. حال شما خوب ان شاء الله؟ تشکر از شما، سلامت باشین. خسته نباشید. من عبدالله هستم از قزوین تماس میگیرم. بفرمایید آقا عبدالله عزیز از قزوین. حال شما خوب ان شاء الله؟ تشکر از شما. خدا رضا منتظر شکر میکنم دیوار چشمم به جمال شما بیشتر شد. بزرگواری شما را. تشکر از شما، بفرمایید. خدا رضا منتظر شد. چند ارتباط نداشتیم. حضرت مولانا خیلی اصلا داغم بود دیگه. حالا شکر خدا شما رو ببینید خیلی خوشحالیم. انشاءالله که بکوری چشم دشمنان بگویید خدا میشه سربلند بشه و برنامه خوب نشان بدیم. تشکر از شما. خیلی عاشق برنامه‌تونم به خدا. ما چند خانواده یه سر برنامه شما رو چند تا دیگه من کارتون میگردم مشکل پیدا کردم. این اضافه کردم دو تا دیش حساب کردم نمیدونم جریان چیه. تا دیگه فهمیدم که این دشمنان اسلام این کار کردن. الله متعال هدایت بکنه. خیلی خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم. تشکر از شما. برنامه‌تون هرچی بیشتر بشه بهتره. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. این درسای قرآن هرچی بیشتر برید بهتره انشالله که موفق و سربلند بشید در دنیا و آخرت. سلامت باشین. تشکر از شما آقا محمد عزیز. آقا عبدالله عزیز. زنده باشید، در پناه الله باشید. سلامت باشین. تشکر. فقط دعا بکنین. دعا بکنین که الله متعال برای ما ثبات قدم بده و برای تشکر از شما. سلامت باشین. آقا عبدالله عزیز دعا کنین که الله متعال به ما ثبات قدم و توفیق بیشتر بده و برای افرادی که کارها رو میکنن الله متعال هدایت نصیب بکنه. چون احیانا انسان فکر میکنه بعضی از این افراد واقعا نمیدانند و والله قسم نمیدانند، فکر میکنن کار خوبی میکنن. الله متعال هم از اینها به قرآن یاد میکنه، میگه که کارهای بد انجام میدن بعد و یحسنون صنعا، فکر میکنن این بیچاره فکر میکنن که کار خوبی انجام بدن، فکر میکنن که کار نیکی انجام دادن، یعنی یحسبونه، فکر میکنن بیچاره، حساب به نظر اونها امینه که یعنی کار خوبی انجام میدن. الله هدایت بکنه. خب بیننده دیگر را میشنوین. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم استاد فاتح، خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر از شما. بفرمایید از کجا در تماس شدیم و نام شما؟ من از استان هرمزگان امیری هستم. بفرمایید امیری صاحب از استان هرمزگان، بفرمایید. اگه اجازه بدید مانیتور بیاد رو تلویزیون. بفرمایید تلاوت میکنین؟ بله. از آیه 138 تا اخیر آیه 141 اگر بخونین خیلی خوب میشه. باشه. بفرمایید بیننده گرامی. شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شحاطة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظیم. تشکر از شما آقای امیری عزیز از هرمزگان. اگر کدام حرف دیگری داشته باشین میشنوین. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. ممنون، سلامت باشید، زنده باشید، ان شاء الله همیشه موفق و مؤید باشید. تشکر از شما، سلامت باشین. جزاکم الله خیر. خب تماس دیگر را میشنوین. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید از کجا در تماس شدیم و نام شما. خب بیننده بعدی. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. استاد مفتوح شما هستین؟ متوجه نشدم برادر. عرض کردم استاد مفتوح شما هستین؟ متوجه بیننده گرامی متوجه نشدن که چی گفتین. به هر حال آقای امیری عزیز، تلاوت شما خوب بود ولی بعضی از جاها نیاز به یک اصلاح داشت که کوشش بکنین که آنها را اصلاح بکنین. از طریقه های مختلف میتونین اصلاح بکنین. اولی که اگر بتونین در نزد یکی از علما یا در نزد یکی کسانی که در تلاوت قرآن و در تعلیم قرآن عظیم الشأن و آموزش قرآن وارده، پیش او درس بخوانین. اگر این کار برای شما ممکن نیست، میتونین از طریق به هر حال حتی داخل موبایل ها هست فعلا، میتونین مثلا کل 30 جز قرآن کریم آنجا داشته باشین، داخل کامپیوترتان گوش بکنین. یعنی تلاوت های قاری های مشهور دنیا، آنها را گوش بکنین. در تلاوت شما و در تصحیح تلاوت بسیار یعنی مفیده و میتونین شما درست استفاده بکنین. خب بیننده بعدی را میشنوین. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام بیننده عزیز، از کجا در تماس شدین و نام شما؟ خوب هستین؟ من از مازندران تماس میگیرم. خب بفرمایید برادر گرامی از مازندران، بفرمایید. بابک هستم. آقا بابک عزیز بفرمایید. خیلی دوست داشتم، چون من اطرافیانم رو که چند نفر دیدم گرایش به مسیحیت پیدا کردن، اونم به خاطر اینکه میگن دم از محبت میزنن و اینکه خدای ما محبته و خدای ادیان دیگه خدای قتل و جنگ و بیننده گرامی، بیننده عزیز موضوع برنامه ما این نیست و اگر تلاوتی دارین میشنوین از شما. نه، من میخواستم یه درخواست برنامه بدم که توی این موضوع برنامه داشته باشید که آگاه کنید که مردم سمت اینجور چیزا نشن. خدای ما هم خدای محبته، چرا مردم باید؟ بله بیننده عزیز، بله تشکر از شما، جزاکم الله خیر. ما شنیدین پیشنهاد شما و این که مسیحی‌ها میگن به هر حال دین ما دین محبته، اگر چی ربطی به برنامه ما نداره. اگر مسیحی‌ها واقعا جرأت دارن بیاین که از انجیل برای آنها چیزهای نشان بدن، بعد که بفهمن که آیا واقعا دین مسیحیت محبت یا نه و ای که دین اسلام چی هست. به هر حال در وقت در میدان داخل بشین این موضوعات معلوم میشه. حالا نمیخوام که من آیات از انجیل در اینجا برای شما بخوانم. به هر حال چون موضوع برنامه ما نیست و الا اگر می بود آیات الحمدلله در ذهن من هست که اگر چیزها وجود داره. به هر صورت خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام استاد فاطر. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی از کجا در تماس شدین و نام شما؟ چند وقتی تشریف نداشتید شما؟ بنده حضور داشتم بیننده گرامی، شاید شما ندیدید. جواب خود رو گرفتید. خب
اگر بینندگان عزیز و گرامی، خب به هر صورت این بحثی بود که به هر حال اینها بحث‌های عارضی بود که داخل شد، ربطی به برنامه ما نداره. بینندگان عزیز و گرامی میتونن که از تماس بگیرن از آیه 135 که ما امروز تلاوت کردیم در اینجا تا آیه 141 که از سوره مبارکه بقره خواندین، ان شاء الله که با هم دیگر این آیات را گوش خواهیم کرد. و میگفتم که اگر ما میخواهیم که تصحیح تلاوت بکنین، راهش اینه که یعنی راههای مختلف داره. یکی از راههایی بود که گفتیم نزد یک شخص برین و به هر حال در نزد او حضوری یاد بگیریم و حضوری با ما درس بده که خیلی خوبه. این روش بهترین روشه. و همچنین میتونین که از تلاوت قاری ها، از تلاوت شیوخ و قاری های مشهور میتونین استفاده بکنین. آن هم در تلاوت و در تصحیح تلاوت شما میتونه که مفید باشه، یعنی مفیده. و برنامه‌های حتی وجود داره، برنامه‌های کامپیوتری و برنامه‌هایی که حتی در داخل موبایل هم میشه شما از اونها استفاده بکنین که در این برنامه‌ها در واقع کلمه به کلمه حتی تلاوت قرآن عظیم الشان به شما یاد میده. و حالا خب الحمدلله به هر حال پیشرفت کرده، میتونین از خیلی وسایل دیگه که شاید حالا هست و شاید در آینده پیدا بشه استفاده بکنین. ولی به هر حال بس اینه که در تصحیح تلاوت تلاش کنید. اولا در یادگیری قرآن عظیم الشان، بعد از آن کسانی که قرآن عظیم الشان را یاد دارن. چون بعضی ها ما احیانا میشنویم بعضی از برادران و خواهران ما سالها پیش قرآن عظیم الشان را به هر حال خوانده، حالا در مدرسه خوانده، در مسجد خوانده یا به هر جایی که خوانده، و متاسفانه وقتی تلاوت قرآن میکنه تلاوت خیلی مشکل داره. خب تماسی را میگیرین، بعدا ان شاء الله باز این موضوع را مفصل تر توضیح خواهم داد. بیننده گرامی بفرمایید از کجا در تماس شدین و نام شما؟ الو سلام، من بابک هستم. من می‌خواستم قرآن بخونم اگه لطف کنید، چون من قرآن در دسترسم نیست. اگه مایک رو بزرگ کنید من بخوام قرآن بخونم. از کجا میخواین تلاوت بکنین آقا بابک عزیز؟ هر جا که شما بیارید. بسیار خوب، همان از آیه 135 شروع بکنین به تلاوت. امیدوارم که برای شما واضح شده باشه. شما تا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگین، ان شاء الله که واضح میشه، برای شما خواهد آمد روی صفحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. آقا بابک عزیز یک بار دوباره همی از اول آیه بخوانین. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما آقا بابک عزیز جانم نون در اینجا ساکنه. و این تولوا وإن تولوا فإنما هو في شقاق. دوباره فإنما هم في شقاق. درست بفرمایید. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة فنحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
صدق الله العظیم. جزاک الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی آقا بابک عزیز. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. خواهش میکنم، دستتون نکنه. خدا سلامت باشین. تشکر از شما بیننده گرامی. تلاوت شما ماشاءالله خوب بود و فقط در بعضی از نکات اگر توجه شما بیشتر باشه، مثل که دو نکته را بنده اشاره کردم، یکی و این تولوا که آنجا نون ساکن بود و همچنین فانما هم فی شق، شاید هم از طریق تلویزیون چون میدیدین کدام مشکلی بود، ان شاء الله که این مشکلات حل بشه. خب تماس دیگر را با هم دیگر میشنویم. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی از کجا در تماس شدین و نام شما؟ سلام علیکم. حضرت مولانا وزخم الان من مزاحمت شدم، حضرت عبدالله هستم. گفتم این آقایی که الان زنگ زد یه رشخند کرد گفت فیل نبودید، درسته؟ بله. گفتید بکوری چشم دشمنان اسلام و قرآن دوباره چقدر زیاد شده افتی مثلا یک بار شما برنامه داشتید، الان شما یه روز در میان برنامه دارید. این بزرگترین افتخاره برای ما که قرآن را دوست داریم و خدا و پیغمبر را دوست داریم. جزاکم الله خیر. نه بیننده گرامی اینها خوب حال اینها، این افتخاره برادر گرامی آقا عبدالله عزیز، حال اینها واضحه. اینها شما میشناسین، شمایی که با شبکه وصال با شبکه‌های توحیدی در ارتباطین، این افراد میشناسین. اینها افراد بیچاره در و بدر و خاک بسری که اینها نه دین دارن نه دنیا دارن، هیچ بلایی ندارن، فقط هدف اینها اخلاله، چیز دیگری نیست. آقای فاتح خدا رو شهید میگیرم، شما یعنی دسته که به حساب ملخصی میرید، من اصلا گریه میکردم، خدا رو شهید میگیرم، این با واقعیت الله قسم، یعنی زنگ زدن من خجالت میکشم به خدا. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. واقعا این خجالت نمیکشم، این همه پول ملت رو بدادن به کجا که بخاطر جلوی شما رو بگم خدا که شما رو بلند کرده، اینا چیکاره یعنی خیلی چیکار میتونم بکنن؟ جزاکم الله خیر. تشکر از شما. همیشه شکسته و خار باشن. تشکر از شما. نمیتونم با خدا و قرآن مقابله کنم، اینو باید بیدن. بله مشخص. من با خدا اصلا اشکم دادم، این هم از خدا و قرآن میگید، یه بار نشد که یه موقع این همه بسن به شما چکار میکنید، شما یه چیزی بگید، اما این اسرائیل من اصلا میره شرف کرده اون یهود به خدا، این همه سنگ میزنن به اون یهودی ها، این حالا خودتون نگاه کنید پلیسی، این همه اون زن و بچه به یهودی ها سنگ میزنن برای شهرتن، شما توی این یه سنگ میزنن همور بزن، ببین میشه تا بولکت در میاره خدا وکیلی، اون یهود شرف داره برای اینا. جزاکم الله خیر. تشکر. افتخار بکوری چشم اینا که دشمن خدا و سنت پیغمبر و خدا این هستن، خدا شما رو برای ما خوب نگه داشته، ایشالله که همیشه باشید. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. جزاکم الله خیر. خدا اینا رو کور میکنه انشالله. الله اینا هدایت بکنه. نمیکنه، اینا هدایت گذاشتن، کسی که تو کلاش گاز دیخته باشه میگه این همه اینا کفر میگن. آخه کجای دنیا شما دیدی که به ناموس پیغمبر دنیا کنه؟ اون کافران کارو نمیکنن به خدا قسم. بله مسیحی ها از اینها مؤدب‌ترن، قبول دارن. واقعا این شیخ مولا باشه اینا رو اصلا دین کرده. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. این یه واقعیت، نمیشه انکار کرد. مسیحی ها از اینها مؤدب‌ترن. البته در عالم ظاهر وقتی شبکه های اونها میبینین و افرادی که هستن از اینها مؤدب‌ترن، حتی در بحث و مناظره مؤدب‌ترن از اینها. خب به هر صورت الله متعال هدایت بکنه. و بینندگان عزیز و گرامی میگفتم که ما میتونیم که بعضی از افراد ما میبینیم که سالها پیش قرآن عظیم الشان خوانده، حالا در داخل خانه پیش پدر و مادر خوانده، یا ای که در مسجد خوانده، یا در مکتب خوانده، در مدرسه خوانده، در هر جایی که به هر حال قرآن عظیم الشان یاد گرفته، اما وقت قرآن کریم میخوانه اصلا یک کلمات تلفظ میکنه که یعنی در قرآن عظیم الشان حتی نیست. و بر این برادرها و خواهران گرامی ما لازمه که قرآن عظیم الشان درست یاد بگیرن، باید تلاش بکنن. ما در کار دنیا بسیار تلاش میکنیم، در یاد گرفتن خیلی از علوم تلاش میکنیم. مثلا بعضی از برادران و خواهران ما ماشاءالله در ساینس و در انگلیسی و در بعضی از علوم و بعضی از فنون، حالا بعضی از علوم و بعضی از فنونه، به اینها تلاش میکنن و ما نمیگیم که تلاش نکنن، تلاش کنن، خیلی خوبه، اما قرآن عظیم الشان باید در ردیف اول و در صف اول قرار بدین.
این رقم نباشه که ما ماستر باشین، دکتر باشین در دیگه علوم ولی به عنوان یک مسلمان قرآن عظیم الشان یاد نداشته باشین، یا قرآن عظیم الشان وقتی تلاوت کنین به اندازه بد تلاوت بکنین که اصلا معنای قرآن عظیم الشان تغییر بکنه و اصلا خود ما هم نفهمیم که چی میگوییم. خب بیننده دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی از کجا در تماس شدین و نام شما؟ بنده از ایران در تماس شدم. بله بفرمایید بیننده عزیز. آقا ما در نماز این سوره توحید میخوانیم. میخواستم برای شما بخوانم ببینم ما در نماز درست میخوانیم یا نه. بفرمایید سوره توحید، سوره تلاوت بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یجد وجد یوجد ولم یجد. لا حول ولا قوة الا بالله. ببینین که این اطلاعاتی های بدبخت و بیچاره، یعنی لا حول ولا قوة الا بالله، اصلا نمیشه چیزی گفت والله قسم. اینها به اندازه فکر اینها، مغز اینها را از کا و از گچ پر کردن که میای با قرآن هم مسخرگی میکنه. با قرآن مسخرگی میکنه. شرم کن، حیا کن. تو خود را مسلمان میگی، پیرو اهل بیت میگی، به والله قسم اهل بیت از شما بیزارن. مرگ بر شما باد که قرآن عظیم الشان مسخره میکنی. لم یجد، لا حول ولا قوة الا بالله. سوره ای که اصلا اینا با توحید مشکل دارن. سوره اخلاصه، سوره ای که کمر اینها رو میشکنه، کمر این افرادی که شرک میکنن کمر اینها رو میشکنه. این سوره میه به مسخرگی میگیره. اصلا اینها با توحید مشکل دارن، اصلا اینها با قرآن مشکل دارن. حالا برای شما ثابت بشه چی بگین از این بیشتر که اینها با قرآن مشکل دارن؟ چی بگین؟ به هر حال الله متعال هدایتت کنه. خب بیننده دیگر را میشنوین. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام. صحتمندتان بسیار بخیر هستید؟ تشکر، سلامت باشین. بیننده گرامی از کجا در تماس شدین و نام شما؟ عبدالوکیل هستم از عربستان به تماس. بله بفرمایید برادر گرامی. سوال جلال محترم، قرآن عظیم الشان کسی حفظ میکنه بعدا فراموش میشه، گناهش چی است؟ بسیار خوب، تشکر. ان شاء الله که به سوال شما پاسخ خواهیم داد. باشه، جزاکم الله خیر. خب بله بینندگان عزیز و گرامی، شما به صورت واضح الحمدلله که اینها را روز به روز بیشتر میشناسید. حالا اگر تا حالا به پیامبر توهین کردن، به اهل بیت پیامبر توهین کردن، غیر مستقیم اینها به الله توهین کردن و به صورت واضح میبینین به قرآن عظیم الشان توهین میکنن. واضحه، از این بیشتر دیگه توهین این به قرآن نیست. چیست که عمدن بیای کلمات قرآن را نعوذ بالله، اصلا چیزی که معنایش را کاملا تغییر میده، بیای آیات قرآن کریم را نعوذ بالله اینطور بخونه. یعنی فکر نمی کنم که این کفر را حتی ابو جهل هم کرده باشه. ابو جهل در بعضی از موارد به مراتب از اینها بهتره. ابو لهب به مراتب از اینها بهتره که این کارها را انجام میدن. برادر گرامی، فراموش کردن کسی قرآن کریم حفظ کرده بعد فراموش کرده خیر بزرگی را از دست داده. و قرآن عظیم الشان وقتی انسان حفظ میکنه باید اون را نگه بداره. اگرچه روایات وجود داره که به هر حال گناه بزرگی در اون روایات بیان شده و حتی بعضی از روایات آمده که حتی کور برمیخیزه. به هر صورت هست روایات علا و ضعف و صحت اون احادیث، صرف نظر از اینکه علا و احادیث صحیح هست یا ضعیف هست، ولی فقط همین را میگویم شخصی که قرآن عظیم الشان را حفظ میکنه و فراموش میکنه در واقع یک خیر بزرگی را از دست میده. چون حفظ قرآن خیر بزرگی است و خیری است که یعنی خوبی است که الله متعال در حق بهترین بندگان خود الله متعال آن را میده. الله متعال از بندگان خود کسانی را برمیگزینه و آنها را حافظ قرآن میکنه. و شخصی که قرآن کریم را حفظ میکنه و بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ عذری قرآن عظیم الشان را فراموش میکنه، به خاطر چی؟ به خاطر بی‌توجهی به قرآن، بدون شک گناه بزرگی مرتکب میشه. چون بی‌توجهی کردن به قرآن عظیم الشان خودش گناه بزرگیه.
انسان مسلمان نمیتونه که به قرآن عظیم الشان بی توجه باشه. نمیتونه انسان مسلمان باشه ولی قرآن عظیم الشان را بی توجهی بکنه، بلکه انسان مسلمان با قرآن زندگی میکنه، انسان مسلمان با قرآن میخوابه، با قرآن بیدار میشه، با قرآن راه میره، با قرآن نماز میخوانه، با قرآن اصلا تمام امور زندگی او قرآنی هست. نمیتونه از قرآن جدا باشه. انسان مؤمن با قرآن یک جا هست. یعنی چی؟ یعنی این که باید انسان مسلمان قرآن دوپا باشه. یعنی چی؟ وقتی حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگن که خلق پیامبر، اخلاق پیامبر قرآن بود. یعنی چی؟ یعنی که پیامبر علیه السلام قرآن در رفتار و کردار خود کاملا آن را به نمایش گذاشته بودند و ما که به عنوان یک امت پیامبر هستیم و با عنوان پیرو رسول الله علیه السلام هستیم باید این گونه باشیم. یعنی عمل ما، خواب ما، راه رفتن ما، خوردن ما، آشامیدن ما، تمام زندگی ما قرآن باشه و موافق با قرآن عظیم الشان باشه. و انسان مسلمان اگر این گونه با قرآن باشه، قرآن کریم از یاد نمیره، هیچگاهی از قرآن از یاد نمیره. خب به هر صورت انشاءالله که برادران عزیز و خواهران گرامی که قرآن عظیم الشان را حفظ کردن متوجه آن باشند، نشود که خدای نکرده از دستشان بره. به هر صورت تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. خب تماس بیننده عزیز ما قطع شد، تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو من بفرمایید بیننده گرامی. از کجا در تماس شدین؟ وصال حق. بله وصال حق، بفرمایید. الو بیننده گرامی صدا شما دارین، بفرمایید. الو خسته نباشید. سلامت باشین، تشکر از شما، بفرمایید. من میخواستم قرآن رو تلاوت کنم. بله بسیار خوب، میشنوید. از کجا میخواین تلاوت بکنین؟ از کردستان مهاباد. از کجا میخواین تلاوت کنین؟ از کجا؟ از کدام آیه؟ آیه 135. بسیار خوب، بفرمایید. از آیه 135 میشنویم. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. ببخشید من میخواستم عیبایی که دارم بهم بگویید چون نمیدونم. بسیار خوب ان شاء الله. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. فقط در لهجه شما کوشش بکنید که قرآن عظیم الشان را، اکثر برادران و خواهران مشکلشان همینه، قرآن عظیم الشان را با لهجه خود تلاوت میکنن. یعنی قرآن عظیم الشان باید با لهجه عرب تلاوت بشه، چون قرآن با زبان عربی فرستاده شده و قرآن باید با زبان عربی، با لهجه عربی تلاوت بشه. فقط یک چند نکته را من اشاره میکنم. مثلا
هودن با هودن خلط نشه، چون در اینجا واو داره و این واو حذف میشه در صورتی که ما بگین هودن، یعنی باید واو در اینجا کاملا واضح بشه، آشکار بشه. و همچنین اس صاد نیست، اس باد، اس سین با صاد مخارجش فرق میکنه و این از پیش شما صاد شد که انشاءالله ما از برنامه بعدی وقتی تجوید شروع بکنین مخارج حروف شروع میکنین که هر حرف از کجا ادا میشه. انشاءالله شما بیننده باشین خواهر گرامی ما از کردستان. انشاءالله که این مشکلاتی که به هر حال بود این مشکلات هم حل خواهد شد، ولی روی هم رفته. ماشاءالله تلاوت شما خوب بود و انشاءالله ادامه بدین، همان راههایی که گفتم آنها را استفاده کنین. کوشش بکنین که تلاوت ها را زیاد گوش بکنین، از قاری های مشهور، از قاری هایی که قرائت های آنها پخشه گوش بکنین. انشاءالله که در تلاوت شما بهترتر خواهد شد و تلاوت شما روانتر خواهد شد. خب بیننده دیگر را میشنوین. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید از کجا در تماس شدین؟ سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی از کجا در تماس شدین و نام شما؟ محمد از هرمزگان. بله بفرمایید آقا محمد عزیز از هرمزگان. یه سوالی داشتم، این میگن استریکانس موارد چه نداری عربستان؟ منظور شما نلساته؟ نه عربستان نمیشه به ایران داخلی هست به عربستان. یعنی منظور شما یک شبکه وصال روی عربسات چی داره؟ پخش داره؟ پخش داره نداره مخواستن استریکانس. والا انشاءالله که در این مورد برای شما توضیح خواهم داد انشاءالله. سلامت باشین. تشکر از شما بیننده گرامی آقا محمد عزیز از هرمزگان. خب به هر حال خواهر گرامی فقط همون راههایی که گفتم انشاءالله استفاده بکنید از اون راهها. تلاوت شما روانتر خواهد شد. تلاوت شما خوب بود، فقط یک بعضی از نکات یعنی نیاز به ایدیش که روانتر خوانده بشه و با هم پیوست باشه و از پیش شما جدا جدا خوانده میشد. انشاءالله که بالا هم رفته تلاوت شما خوب بود و الله متعال در تلاوت شما و در علم شما بیافزایه و اضافه بکنه و همون راههایی که گفتم به هر حال آنها را نادیده نگیرید و به عموم برادران و خواهران عزیزم میگویم که این موضوع را متوجه باشن. خب گفتیم که بعضی از جوانان عزیز ما نسبت به علوم دیگر توجه دارن، نسبت به فنون دیگر توجه دارن، اما نسبت به قرآن عظیم الشان که میرسه فکر میکنن این یک چیز عادی هست، خلاص اگر یاد داشته باشین هم یاد داشته باشیم و نداشته باشیم خیلی مهم نیست. ولی حقیقتش اینه که قرآن عظیم الشان یک مسلمان باید با او زندگی بکنه. اگر قرآن عظیم الشان را یاد نداشته باشه این واقعا بسیار بده. قرآن عظیم الشان قانون اساسی ماست، یعنی برای تک تک از افراد. حالا بعضی از قوانین اساسی که دست ساخته بشر هست فقط همون دولتی ها همون حقوقدان ها میدانن، خلاص عموم مردم نمیدانن از حقوق چی خبر دارن، از قانون چی خبر دارن، از قانون اساسی که فلان کشور داره. اما یک مسلمان بدون قانون اساسی قرآن نمیتونه زندگی بکنه، یعنی زندگی او کاملا با قرآن گره خورده. حداقل باید ضروریات زندگی خود را خوب بدانه، نمیشه که ضروریات زندگی خود را هم ندانه. و قرآن عظیم الشان دوایست برای این درد نادانی و برای این درد جهلی که ما نسبت به قانون قرآنی داریم. یاد گرفتن قرآن را یاد بگیرید. رسول الله علیه السلام میفرمایند ای جوان عزیز برادر و خواهرم متوجه این نکته باش. رسول الله علیه السلام میفرمایند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که قرآن را یاد میگیره و به دیگران تعلیم میده. میخوای از جمله بهترین باشی بنا به شهادت پیامبر، پس راهش اینه که قرآن را یاد بگیر و برای دیگران قرآن را تعلیم بدی. تماسی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، از کجا در تماس شدین و نام شما؟ سلام علیکم خدمت شما، من صابر هستم. بله بفرمایید بیننده گرامی. تشکر میکنم برای خودتان
و بنده الان برنامه‌تان را داشتم می‌دیدم، یک بنده خدای زنگ زد و یک آیه رو خیلی بد تلاوت کرد. من واقعا ناراحت شدم و زنگ زدم هرچند ممکنه دیگر خود من زنگ کرد و اما دیگر قرآن است و قرآن شکر بازار نیست حقیقت و نباید عزیزان اگر مخالفت دارن اگر خط دارن این دیگر کلام خداست کلام خدا هیچ بازار نیست و باید عزیزان این خدمت را حفظ کنند و اصطلاح دیگر این خط نگه اگر صحبتی دارن من خودم گفتم داشتم هستم با آقای انگلیسی شاید خودم هستم اما اینجا یا بحثی قرآن من فقط دیدم واقعا ناراحت شدم و دیدم که این را تشکر بگم. تشکر از شما برادر گرامی. دعای هدایت کنید برای این افراد، الله متعال اینها را هدایت بکنه. تشکر از مشارکت شما. تشکر، جزاکم الله خیر. خب بیننده دیگر را میشنویم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. خب بعد گفتیم این نکته را که بینندگان عزیز و گرامی ما باید با قرآن عظیم الشان باشیم، چون رسول الله علیه السلام میفرمایند که بهترین شما کسی است که قرآن کریم را یاد میگیره و قرآن عظیم الشان را برای دیگران تعلیم میده. انسان مسلمان وقت بهتر میتونه باشه، بهترین باشه که قرآن عظیم الشان را یاد بگیره و به دیگران قرآن عظیم الشان را تعلیم بده. و هیچ انسان عاقل، انسان فهمیده، انسان که واقعا یعنی میتونه که به هر حال فکر داشته باشه، به دنبال این نیست که از جمله خوب ها نباشه. هر انسان دوست داره که خوب باشه و خوبی هم که در نزد الله باشه. الله متعال بهترین اینها را معرفی کرده، کسانی که قرآن را یاد دارن. خب تماس دیگر را میشنویم. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز. سلام علیکم جناب استاد فاتح. علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله. استاد عزیز شما خوبین؟ سلامت باشید جناب استاد. سلیمانی هستم. شما خوبید؟ سلامت باشید. بله صدا شما رو خب همه بینندگان عزیز میدونن و آشنا هستید ماشاءالله. و اجازه هست ما هم تو برنامه مشارکت کنیم جناب استاد؟ برنامه از خود شماست، بفرمایید. من از کجا تلاوت بکنم؟ شما از هر جایی که دل شما میخواد استاد. من نمیدونم که بیننده قبلی تا کجا تلاوت فرمودن. بیننده گرامی ما، خواهر گرامی ما از کردستان بودن، تا آیه 138 تلاوت کردن. اگر شما لطف کنین برای از اینکه ما هم استفاده بکنین و بینندگان هم استفاده بکنن، از آیه 139 تا آیه 141 تلاوت بکنین. از آیه چند فرمودید؟ از آیه 139 قل اتحاجوننا. از 139 بخونم. چشم انشاءالله. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون. جزاکم الله خیر. تشکر از شما استاد گرامی، استفاده کردین. تشکر از شما. الله متعال. من باید تشکر بکنم از شما که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دارید و همچنین جزاکم الله خیر. تشکر از همه دوستان و عزیزان. اگر اجازه بدید من فقط یک کوچولو صحبتی هم داشتم درباره اون بیننده‌ای که تماس گرفت و اون سوره مبارکه توحید رو قصد تمسخر داشت. حقیقتش جناب استاد همونجوری که شما فرمودید این عده از قرآن شدیداً هراس دارند و میترسند و از اینکه ندای قرآن و صدای قرآن و صدای توحید به بینندگان برسه و همون فرموده الله تعالی که فرمود به نقل از مشرکین زمان رسول صلی الله علیه و سلم که میگفتند لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون. وقتی که در راه مبارزه با توحید دلیلی نداشتند و اینا بیچاره و درمانده شدن، گفتن که گوش نکنید به این قرآن، گوش نکنید به این قرآن. نه تنها گوش نکنید، برید اونجا پارازیت بنازید به تعبیر امروزی. این همه سر صداهایی هم که اینها دارن، ترس اینها از همین است که اینها قرآن رو ما به مردم سعی میکنیم که یاد بدیم و مردم رو با قرآن آشنا بکنیم و اینها از قرآن هراس داشتند، میترسند، نه علاقه به قرآن دارن، نه رابطه‌ای با قرآن دارن، نه ارتباطی با قرآن دارن، نه اعتقاد و باوری به این قرآن دارن و به خاطر همین هست چگونه ممکنه کسی اعتقاد به قرآن داشته باشه و بیاد و قرآن رو به تمسخر بگیره و این گونه آیات کلام الله مجید رو بیاد به استهزا بگیره؟ چگونه ممکنه جناب استاد فاضل که انسان ذره ایمان نسبت به این کتاب داشته باشه و ذره اعتقاد نسبت به این کتاب داشته باشه و بیاد این گونه اهانت بکنه به کلام الله مجید؟ یقینا این شخص هیچ اعتقاد و باوری به این کتاب نداره که بیاد و این گونه جسارت و گستاخی میکنه نسبت به کلام الله تعالی و اون هم سوره توحید و اون هم سوره که درباره صفات الله تعالی است و اون هم باز آیاتی که دقیقاً مرتبط میشه به صفات الله تعالی و تمسخر این آیات دقیقاً اهانت مستقیم به ذات الهی است و اهانت مستقیم به الله تعالی است. این شخصی که همچین کار میکنه نه اعتقادی به الله تعالی داره و نه اعتقاد به دین داره و نه اعتقاد به رسول صلی الله علیه و سلم و قرآن مجید و اینها فقط با این کارها جناب استاد میان و خودشون رو رسوا میکنن بیشتر. ما هر چقدر که بیایم و بگیم که آقا این جماعت اعتقاد ندارن به این کتاب، شاید عده‌ای باور نکنن، اما همچین افرادی خودشون میان و با دست خودشون همون چیزی رو که ما بارها میگفتیم خودشون علنا و عملا ثابت میکنن که آقا ما اعتقادی نداریم این کتاب، علاقه هم نداریم، این قرآن شما رو مثلا نمیخوایم، ما این قرآن شما رو نمیخوایم، قرآن ما رو کسی دیگه قراره بیاره و به حال دیگه از اینها انتظاری هم بیشتر از این نیست. من بیشتر از این فرصت شما رو نمیگیرم جناب استاد. جزاکم الله خیر. پیشانی شما رو میبوسم و متشکرم از این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. جزاکم الله خیر. تشکر از مشارکت شما و حرفهای زیبای شما. استفاده کردین. تشکر از شما. الله تعالی یاد نگهدار شما باشه. سلامت باشید. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. موفق باشید. الله یاد نگهدار. تشکر از شما استاد گرامی، استاد فضل الحق سلیمانی بودن. الله متعال سبحانه و تعالی ایشان حفظ بکنه و واقعا که استفاده کردین هم از تلاوتشان و هم از حرفهایشان و تشکری میکنم از ایشان که برای تشویق بنده هم که شده تماس گرفتن و برای تشویق تمام بینندگان عزیز و گرامی زحمت کشیدن. الله متعال سبحانه و تعالی این تماسشان را در میزان حسناتشان حساب بکنه و ان شاء الله که این گونه خواهد بود و پروردگار عالم سبحانه و تعالی از تمام بینندگان عزیز و گرامی میخوام که فقط دعا کنید که الله متعال برای ما ثبات قدم بده، برای ما صبر بده در مقابل این کفریات و شرکیاتی که از زبان این افراد خارج میشه و ما میشنویم و همچنین الله متعال اینها را هدایت کنه، الله هدایت بکنه، الله هدایت بکنه. خب بیننده دیگر را میشنویم. بله السلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما. تشکری خواستم بکنم از برنامه. من اصلا زیاد قرائت خوبی ندارم بخوام قرائت بکنم، هرچند قرآن رو میخونیم، به نماز اعتقاد داریم، قرائت چیزی ندارم شاید ارائه بدم، اما صرفا زنگ زدم که از برنامه‌تون تشکر بکنم. من خودمون شیعه هستیم، اما اون بنده خدایی که زنگ زد و اون جسارت بی‌ادبی به قرآن کرد و واقعا بعید می‌دونم هیچ شیعه منصفی اینو قبول کنه
چنانچه ما که خودمون شیعه هستیم هم چیزی اصلا قبول نداریم. ما قرآن رو قبول داریم، قرآنی که بدون هیچ گونه تغییر و تحریفی باشد و ما قبول داریم و از این گونه چیزها واقعا بری هستیم. من فقط تماس گرفتم که اینو بگم که بعید می‌دونم که واقعا شیعه منصفی باشه که همچین چیزی رو قبول داشته باشه. به هر حال من تشکر میکنم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی، تشکر از اظهار نظر شما، جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، حسن باشید استاد. سلامت باشین. تشکر از شما بیننده گرامی. از کجا در تماس شدین و نام شما؟ من هادی از اهواز تماس میگیرم. بفرمایید آقا هادی عزیز از اهواز، بفرمایید. میخواستیم قرائت بکنیم اگر میشید. بفرمایید در خدمت شما هستیم، بفرمایید. میشه صفحه رو توی صفحه تلویزیون بیارید؟ بله آقا احمد عزیز صفحه رو در خدمت شما گذاشتن، ان شاء الله که حالا برای شما ظاهر خواهد شد. بفرمایید. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلينا بله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظیم. جزاک الله خیر. تشکر از شما بیننده عزیز. تشکر شما میکنم از برنامه خوب شما. در واقع من قرائت قرآن از برنامه شما یاد گرفتم. الحمدلله. اگر اشتباهی بود من هرچی حالا درس میخونم همش از برنامه خوب شما یاد گرفتم. الحمدلله. الحمدلله. تشکر میکنم. سلامت باشین. تشکر از شما بیننده گرامی، تشکر از مشارکت شما، جزاکم الله خیر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. بعضی از نکاتی هست که بیننده عزیز متوجه باشین. یکی در بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فقط البته به گوش من همین رقم رسیده یا همین رقم شما تلاوت کردین که بسم الله الرحمن الرحیم گفتین. بسم الله الرحمن الرحیم بگین. این یک. و دیگه ماشاءالله تلاوت شما خوب بود. فقط در یک نکته رو مثلا من اشاره میکنم، دیگه نکات ان شاء الله که بیشتر همون راههایی که گفتم شما ان شاء الله که از اول بیننده بودید همون نکات توجه بکنین برای از اینکه اصلاح تلاوت بشه. مر ربهم، مر ربهم، مر میم با را وصل میشه. مر ربهم. از آقا احمد عزیز یک بار میخوام که صفحه مانیتور رو نشان بدن که من از اینجا یک بار نشان بدم برای عموم بینندگان عزیز و گرامی که بینندگان عزیز و گرامی ما اینجا را که میبینید اینجا نون ساکنه و بعد از نون ساکن را آمده. را از حروف ادغامه. مر ربهم، گویایی که نون اصلا حذف میشه، شما اصلا نون نخوانید. مر ربهم، مر یعنی میم مستقیم با را وصل میشه. مر ربهم، مر ربهم. این نکته را ان شاء الله که توجه بکنین. و دیگه نکات الحمدلله خوب بود تلاوت شما، فقط نیاز به این داره که بیشتر تمرین بشه. ان شاء الله که تمرین بشه بهتر میشه. خب آخرین تماس رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید.
بیننده گرامی بفرمایید، تماس شما وصل هست. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام، خوب هستین؟ سینا هستم از کرج تماس میگیرم. بله بفرمایید. میخواستم تایید کنم صحبت بعدی که گفتم واقعا گاهی مسیحی ها بهتر هستن از برخی از مسلمان ها. واقعا الان که میبینیم توی کل جهان شیعه و سنی تو جای جای دنیا دارن دست به قتل و کشت و کشتار میزنن. بیننده گرامی صدای من دارین؟ بفرمایید. صدای من دارین، بسیار خوب. من میخوام که بحث مسیحیت و بحث اسلام رو به اینجا مطرح بکنم و ان شاء الله ما برنامه‌های خواهیم داشت در این مورد و این بحث ها را مطرح خواهیم کرد که دین اسلام دین کشت و کشتار است یا دین مسیحیت. اینها را ان شاء الله مفصل تاریخچه اینها را در خواهیم آورد از انجیل، از 4 انجیل و از کتاب مقدس عموما، چی از عهد جدید چی از عهد قدیم، ان شاء الله که اینها را رو آنتن خواهیم آورد و اینها را توضیح خواهیم داد. حالا در واقع برنامه ما در مورد تلاوت آیات قرآن عظیم و شان هست. اگر کدام تلاوتی دارین یا کدام حرفی در مورد برنامه دارین بفرمایید. درست. من میخواستم میگم ما دیگه چند اوضاعی نبینیم که تا یه قتلی میشه تا میگن سره الله اکبر که میاد یعنی دارن یکی رو میکشن. بیننده گرامی، بیننده گرامی چون وقت برنامه ما هم بسیار کم است، فقط همین قدر به شما میگم که جنگ جهانی اول مسلمان ها برای انداختن یا مسیحی ها؟ نه من کاری با اونها هر اشتباهی کردم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر بیننده گرامی، تشکر از شما. وقت برنامه ما هم بسیار کم است، فقط همین قدر میخوام که از کسایی که واقعا یعنی انصاف دارن و برن فقط یک بار تاریخ بخونن. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، من اصلا نمیخواستم در این مورد داخل بشم. برین انجیل یوحنا، برین ببینین انجیل متی، انجیل لوقا، هر کدام از اینها رو ببینین چی میگه، اصلا چی هست در اینها، چی وجود داره. خلاص دین محبت اعلان کردن. به هر حال این موضوعاتی است که نمیخوام به اینها بپردازیم، ان شاء الله در فرصتش در برنامه‌های خواهیم پرداخت. حالا بینندگان عزیز و گرامی تشکری میکنم از همه شما که تا حالا با ما همراه بودید و عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه بعضی افراد زنگ زدن و نعوذ بالله کفریات مرتکب شدن، قرآن عظیم الشان نعوذ بالله مسخره کردن و شما هم شنیدید و دیدید و امید که ان شاء الله الله متعال سبحانه و تعالی اینها را هدایت بکنه و دعا بکنین که الله متعال برای ما هم ثبات قدم و برای ما صبر بده که در مقابل اینها بتوانین صبر بکنین. و تشکری میکنم از عموم برادران و خواهران گرامی که تا حالا با ما همراه بودند، چی شنیدند، چی دیدند و چی تماس گرفتند و تشکری خاص میکنم از استاد بزرگوار فضل الحق سلیمانی که در برنامه ما مشارکت کردند، تشویق برای ما و تمام بیننده ها بودند. الله متعال سبحانه و تعالی برای همه من و شما خیر و برکت را در دنیا و آخرت نازل بکنه و ما را همیشه با قرآن داشته باشه. و همچنین از کارگردان عزیزم آقا احمد عزیز هم تشکری خاص دارم، تشکری ویژه دارم و از تمام دوستان عزیز میخوام که برایشان هم دعا بکنن، چون زحمتی که اونها میکشن به مراتب بالاتر از زحمتی است که بنده پشت دوربین مینشینم آماده همه چیز خلاص میگویم و میخوانم. به هر حال الله متعال سبحانه و تعالی به همه جزای خیر بده و همه کسانی که به هر حال یک ارتباطی در برگزاری برنامه داشتن، الله متعال سبحانه و تعالی به همه جزای نیک و پاداش نیک الله متعال نصیب بکنه. تا برنامه بعدی همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.